ما تلویزیون میبینیم که چخل گودکورا میکشن چخل آدمو را جبر ستم میتن این کارا را خدا محکوم میکنن با بنده ها محکوم میکنن جهاد هم نیست یکمون چشم نیستی خودم بنا فهمیدم بعد اولینی با همه چیزای روی فرزند زدم تروریستی با این کارا رفته باشه خدا خودش همش رو سرشتن میکنه ما همچون مادر همچون یک نمی که محکوم میکنیم لعنت میخونیم دیگه فرزندای دیگه باید که چیشه عبرت شد که همین خیلی دهی روغن نرون یکان خدا جون دیگه بای روغن نبره هیچ کسی جدا بمبا میکفونن خچونا میکشن گولاکو از مودستان آدمو امی اسلام نیست ای وحشی گری چندین آدمو صغیر شدن مادرها در غم تر امی روزه شب روز میگریم برای دختر داشتم گرم بردش نخودم مادر قرم تنم یاگون تشنه بودن تخمش دوری کنه که سگی گرنده که نمیفهمه چی را میرم گفتم میگیرم خیلنو سیتا بچم رفت سوریه چه کلانم گوداگش برداگه زنش برداگه 4 گوداگش برداگه 4 آدم جمع شوه من آتای تیراریسم میگه من سرم خامه یه گناه آدم را کشتن دارن آدم کشته وای کافر هم گنده کافر هم خیلی کار نمیکنه 2 سال شد من همه خون خوردن دارم شما مایله هنین 4 تا گودک نیورم در فکر میکنم شبا ای خواب میخیزم چی شده ویا چخیل زندگی کردن داره کجا ده ویا ترمه دمه یگان خانه ده قلمه یگان اخمقی کشیدن داره گفته همین نیوره را فکر میکنم شما کلانه پسر من و یک نیوره را خور نکن زار نکن تروریسم گفته که نامه گرفتی نماز خان بوده با نماز شرمنده کردی